نگاه کن. این دختر دیگه آقا بالاش میره بهش، پایینش دیگه تو جهنمه. ایشا قطب عالم و سجده این مسلمون هاست. با چه لباسی با چه تیپی دارن میرن کعبه. است ولی این خانوم به نظر میرسد چه رژ لبی هم زده این خانوم. خدا قبول کند از این حاجی را، البته اگر برگشته باشد. گزارشگرت چه بال، خدا قبول کنه از این حاجی اگر به سلامت برگشته باشد. واقعا بچه سفیده و واقعا جانش در خطر اوشا. کارو به داره تیراندازه. نمادین شیطان نشانه میگیرد. Hey what's up my name is PXP Pie. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوبی من بچه ها. در این ویدیو در این ویدیو بچه ها یه سری ویدیو داریم. اصلا یه آدمای عجیب غریبی یا یه کارهایی میکنن توی کعبه، مقدس ترین قبله فارسی زبونا و مسلمونا، اصلا یه کارهایی میکنن که میگیم آقا الان بعد از این کار اینا رو قطعا میبرن پای چوبه دار. این ویدیو با گوشی های مردم حاضر در اون صحنه گرفته شده و اون یه سری از مردم بچه یه کارهایی میکنن که میگه آقای چجور جرأتی داره، قطعا اینو میبرنش پای چوبه دار. عجیب و غریب، اصلا خوف میکنه، اصلا متعجب، اصلا تا آخر ویدیو چهرت اینجوری میشه که اینا دارن چه کار میکنن. قبل از اینکه این ویدیو رو بریم با هم ببینید لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا منو فالو کنید. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. Are you ready؟ چه خصومتی با شیطان داره. خب همونجور که میدونید که اینجا دقیقا همون قسمتی که سنگ میزنن به شیطان. این فکر کنم یک کینه قدیمی، یه پدر کشتگی فکر کنم با شیطان داره که همچین سنگایی رو میزنه. لحظاتی باور نکردنی که در چه خوشگل بود. کعبه اتفاق افتاد و زائران به طور اتفاقی با گوشی خود از آنها. خب حالا ایجاد بچه یه ذره میزنیم جلوتر بریم اتفاقات رو با هم دیگه ببینیم. به سمت دیوار نمادین شیطان نشانه میگیرد. این چه کار رو که داره تیراندازه. چه کار داشت میکرد؟ گرفته دستش تیران. این واقعا سم بود. این واقعا سم بود. ای خدا. داره چیکار به این فازش چیه؟ بس هیجان زده شدم، دستم نمیدونم کجا خود رگ به رگ شد، فلان شد. ظاهر افغانستانی را میبینید که این ظاهر افغانستانیه که پرچم افغانستان هم ظاهر رو کیفش. ببینید چی کار میکنه. حال شیطان میزند. چرا اینجوری سنگ میزنه بچه ها؟ سنگ همون سر جایت واز. خود حضرت ابراهیم همچی سنگایی پرت نمیکنه اینجور نشونه بگیره کمین کنه اینجور سنگ پرتاب کنه یا اینجور رگباری اینجوری ببندش. حضرت ابراهیم همچی کار نمیکرد. شما هم بگیرید یه سنگ بگیرید پرتاب کنید. واقعا سمیان. یه نگاه به دوربین میکنه. از لباسش معلوم است که اهل افغانستان یا پاکستان باشد. این حاجی صاحب همه را به وحشت انداخته. چه کار میکنه؟
واقعا هم درست گفت بچه. بعضیا یه سری حرکات ها میکنه هم شأن و شخصیت کشور میاد پایینتر، هم بقیه دوروبری ها رو یه کاری میکنه هراسون بشن بترسن. چه میکنه ای؟ واقعا داره چه میکنه؟ او این بچه خوشگله. بچه ببینیم کیه. خب شورتی ها به پلیسای عربستان بچه ها میگن شورتی. مثل با ایرانیان خیلی خوشگله. لباس احرام و لباسی گفته می شود که مسلمانان اعم از زن و مرد. چه خوشگلیه با این لباس لختی رفته کعبه. او مای گاد. اینی حج بطن میکنن. لباس احرام زنانه یک پوشش کامل است، ولی این خانم به نظر میرسد چه رژ لبی هم زده این خانم. او مای گاد. او مای گاد. واقعا باید گفت او مای گاد. مدل باشد که به حج رفته. شاید عرب ها او را مستثنا قرار داده باشد. اونم اشوهرش بود و کی بود همراهش بود؟ این قطعا بچه ها مسلمون نیست. چرا؟ چون مسلمون ها به شدت غیرتی هستن روی تیپ و استایل همسرشون خانومشون. اینا 100% از یک کشور دیگه اومدن و خبر ندارن که اینجا باید چه تیپی بپوشن. من اول فکرم یه پسر خوشگلیه بچه ها. به حرمت کعبه زنان باید با حجاب وارد شود. این دو خانم میخواست که با این لباس سربازی که اونجا واسه دقیقا مثل لباس سربازای افغانستانه که یه ویدیو قبلی ریاکشن رفتم. اختیاری وارد شود، اما پلیس خدمت رسید و از آنها خواست که باید حجابش. Oh my god. Oh my god. اینا دیگه میرن خونه خاله. عزیز من داری میری کعبه، خونه خالت که نمیری همینجوری سرت انداختی پایین داره میری. ایشا قطب عالم و سجده مسلمون هاست. با چه لباسی با چه تیپی دارن میرن کعبه. رعایت کنن و جالب است که لباس هایشان را از بین کیفشان بیرون کشیدن و پوشیدن. اینا هم 100% بچه اروپایی هستن و خبر نداشتن با چه تیپی دقیقا باید برن. و حالا خوبه درست داره سربازا دارن درست باشون برخورد میکنه. با موی لق داد تیپ بازاری و فلان رفتن میخوان برن توی قطب سجده مسلمونا. یه ذره بزنیم جلوتر. گنجش نشسته روی سری مرد. او مای گاد. اصلا یه چیای عجیب غریبی بچه ها میبینی توی مکه توی کعبه. یه احتمالاً دست نشونده خودشه یا بچه ها این پرنده این بند خدا رو ای خدا. بحث کعبه و معجزاتش شد. این میکروفون منم تو همین لحظه تو همین ویدیو تونتو قطع و وصل میکنم. فکر کنم خدا هم راضی نیست من راجع به این ویدیو زیاد قضاوت کنم. چشم خدا الان تمامش میکنم. پس بزنیم سریعتر جلوتر. داشت فکر کنم حمله میکرد که اون نماز او کیه پیشوای نماز جماعت رو فکر کنم بکشه. خدا قبول کند از این حاجی را، البته اگر برگشته باشد. گزارشگرت چه بال. خدا قبول کنه از این حاجی اگر به سلامت برگشته باشد. واقعا بچه سفیده و واقعا جانش در خطر اوشا.
عربستان اعلام کرده یه حاجی دیگه بر نمیگرده، منتظرش نباشید. یه چند تا شکله که بوس و ماچ هم فرستاده و حالا بچه جدا از اینا کاری نداریم. ببینید هر کسی توی هر سلیقه‌ای، توی هر اقلیمی، با توجه به هر شرایطی، تیپ خاصی که داره، ببینید اعتقادات خودش پاورجاست، میره کعبه، به اصول دین خودش پایبنده. مثلا طرف سر و صورت همه چیز خالکوبی ولی میره، پس به عقاید یکدیگر همیشه احترام بگذارید. نگاه کنید چی خوب دعا میخواند. این هم پسر بچه چه خوشگلن. Oh my god، چه پسر خوشگل سر وضعی. امیدوارم که این صحیح و سالمی حاجی برگشته باشه کشور خودش. اوه اینو نگاه کن، این دختر دیگه آقا بالاش میره بهش، پایینش دیگه تو جهنمه. بالاش پوشیده، پایینش لختی پختی بای وز رفته توی کعبه و شورتی های عربستان هم میبینی داره میاد سمتش. اوه این دیگه چه تیپی بود؟ این دیگه چی بود واقعا؟ خدا توبه. خب الان میگیری میزنی سر کله دو سه تا حاجی دیگه رو تو میشکنی. خب بعضیا دیگه بچه واقعا ادا اطفال در میارن و اینا اصولا اینا حجشون به نظر من قبول نیست. کسی که فقط برای دیده شدن، برای پست و مقام و داستانها و حرف و حدیث ها که فقط بهش میگن حاجی میره حج، این حجش قبول نیست. ای قوم به حج رفته کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، 100 ره بادیه رفته، شما در چه هوایی؟ یه چیزی میگه، حالا اگر اشتباه نکنم حافظ یا مولانا گفته اینو، یه چیز با همین قضیه گفته. بچه‌ها اگر این ویدیو خوشتون اومد و نظر خاصی دارین حتما واسه من کامنت کنید. لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید. آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا حتما منو فالو کنید. من از نیازی باهاتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.